خیلی خوب سلام و درود خدمت تمام کسی که این ویدیو نگاه میکنن. اینجا کانال سول انریزنه و امروز قراره که ما بعد از مدته که برگشتیم قرار راجع به یک موضوع خیلی مهمی با هم دیگه صحبت کنیم. موضوعی که من این دفعه براتون انتخاب کردم یک موضوع خیلی جالبه که فکر میکنم که اگه شما یادش بگیرین زندگیتون وحشتناک تغییر میکنه. یعنی اصلا میتونم بگم یکی از بعد از این ویدیو میتونم یکی از معیارهای زندگی من در پیشرفت و تغییر همین مبحثی بود که من یاد گرفتم. حالا مبحثی قراره بهتون یاد بدیم اسمش هست تحری حقیقت. یه بار دیگه اسمشو میگم تحری حقیقت. حالا تحری حقیقت یعنی چی؟ تحری حقیقت یعنی حقیقت دیگه. تحری به معنی جستجو کردن، کاوش کردن، سرچ کردن میشه. خب شما میره چیکار میکنی؟ الان دیگه نورم دیگه قشنگ کنترل کنم. ببینید تحری حقیقت، بذار من یه حساب کنیم بچه. من الان اینجا من نوتمو بیارم چون من تو نوت میومدم نگاه میکردم. خب یکی تحری حقیقت. خب این که ما گفتیم در واقع بذارید تعریف کنیم به تعریف بهتر. یکی تحری حقیقت یعنی این که شما وقتی چیزی رو میشنوی، وقتی که چیزی به شما اطلاع داده میشه، یک چیز جدید یاد میگیری. چی بهش میگن؟ این چیز مثلا یاد میگیری خود زنبور. چیزی که یاد میگیری جدید، اولین کاری که باید بکنی تحری حقیقت. یعنی باید راجع به اون مبحثی که به تو گفته شده، راجع به شنیدی، راجبش بهت گفته شده، باید راجبش تحقیق کنی و تحری حقیقت کنی که ببینی آیا اون مطلبی که به تو گفتن درسته، صحیحه، تو زندگیت کار میکنه، چه فایده ای داره و حقیقتی که بهت میگن رو کورکورانه قبول نکنی. حالا بریم ببینیم که دیگه باید چیکار کنیم. در واقع یکم میتونیم عمیق‌تر شیم در مبحث تحری حقیقت. میگه چرا ما باید دنبال حقیقت بگردیم؟ یعنی در واقع چرا ما باید درست دیتر بگیم چرا باید تحری حقیقت بکنیم ما؟ ببینید بچه‌ها، شما تحری حقیقت رو انجام میدی که اتفاق میکنم دلیلش مشخصه، ولی خب بازم حالا راجبش میکنم که مشورت کنیم و صحبت کنیم و اینا. مبحث میشه که شما تحری حقیقت انجام میدی که بتونی به اهداف، در واقع انتخاب‌های درسته تو زندگی بخواد انتخاب کنی. الان شما ببینید مثلا فرض کنی من به شما میگم فلان دارو شما کمک میکنه که لاغر بشی، فلان دارو کمک میکنه که شما اضافه حجم یعنی اضافه وزن بگیری اگه آدمایی که چاق هستن. به شما میگم که این رمز ارز مثلا پیشرفت میکنه، قیمت بالا 1 میلیون 2 تومن مثلا 2 میلیارد من پول زیاد. من که نمیگم کنم پول زیاد. الان دیگه تو این دور زمونه 1-2 تومن دیگه 2 تومن نیست، دیگه میلیارد منظورشونه مردم. شما مثلا طرف میگه آره تو مثلا این رمز ارز رو بگیر، این سهام رو بگیر، پولدار میشی. اینجا تو چیکار میکنی؟ اینجا فکر میخوای سر من کلا بزنی داشاق. میای چیکار میکنی؟ میجا تحری حقیقت میکنی، میجا دنبال حقیقت میگردی. آقا این چیزی که تو داری به من میگی آیا درسته؟ آیا من اگر پولمو تو این حوزه سرمایه‌گذاری کنم درسته؟ کورکورانه قبول نمی‌کنی فقط به خاطر اینکه بخوای از سر خودت وا بکنی. چون وقتی شما کورکورانه چیزو باور نمی‌کنی، وقتی شما میای انتخاب می‌کنی که بری تحری حقیقت بکنی، بری دنبال حقیقت بگردی، ببینی واقعیتش چیه، دیگه کورکورانه که قبول نمی‌کنی. دوم این که دیگه اون ضرری که احتمال زیادی تو ازش خبر نداشتی رو ممکنه که بتونی حذفش کنی، کمش کنی، حذفش کنی، اون ریسکش رو کمتر کنی. ببینید بهتر اینطوری بگیم آقا وقتی شما این کار رو انجام میدی دیگه قرار ضررات رو خیلی کمتر میکنی. در واقع تحری حقیقت برای این مبحث اصلا برای این اومده که شما به عقل و منطق خودت رجوع کنی.
من تو عقل و یکی دیگه نه. این که اون گفت من انجام بدم، این بگه من انجام بدم، این دیگه قضیه نیست. قضیه اینه که تو باید خودت بری جستجو کنی، به قول معروف تنگش بکنی که بری پیدا کنی، بتونی حقیقتش رو پیدا کنی، واقعیتش رو پیدا کنی، سرت کلا نذارن. آقا نمیدونم یکی یه حرفی به تو میزنه، تو سریع آجی راست میگه، آجی تو از کجا میدونی طرف راست میگه؟ از کجا میدونی این چیزی که داره به تو میگه تو واسه تو به درد میخوره؟ از کجا من به درد زندگی تو میخوره یا نه؟ از کجا میخوای اینا رو بدونی؟ با تحری حقیقت، با جستجوی حقیقت. سادهش جستجوی حقیقت، اسم عنوان اصلیش در واقع همون تحری حقیقت دیگه. حالا بذاری من دوباره دیگه نوتو برام میگم. من این احتمالاً ویدیو بدون ادیت باشه، چون که من واقعا این چند وقته خیلی درگیرم، یعنی اصلا واقعا نمیرسم که بخوام ادیت کنم. برای همین میرم سراغ این که مثلا دیگه تقریبا سعی می‌کنم بدون ادیت باشه، ولی حالا اگر وقت کردم حتما ویدیو جدید اگه گذاشتم ادیت میکنم حتما. خب ببینیم حالا میگه که تحری حقیقت تو روزمره به چه دردمون میخوره. در واقع تحری حقیقت اصل زندگیت باید باشه، یکی از اصول زندگی به نظر من باید باشه. آقا جان شما یه چیزی به تو میگن، یه توسعه فردی، یک مهارت میخوای بری یاد بگیری، یک چیزی میخوای به جایی حتی میخوای بری، با کسی حتی میخوای ارتباط برقرار کنی، نمیخوای منفعل باشی، فقط مصرف کننده باشی. چجوری از طریق تحری حقیقت. شما میای اینجا تحری حقیقت میکنی، میای دنبالش میگردی، این چیه اون چیه، تو این حرف به من زدی، اصلا من این حرف به تو زدم، تو بعد بری تحقیق کنی که این چیه، این واسه چی اومده، این دقیقاً چی کار میکنه، در واقع معناش در زندگی من چیه. میای اینو کشف کنی. بعد اول از همه که میای حرفای منو با توجه به عقل و منطق خودت میسنجی، بگی خب آره این داداشمون این حرفو میزنه، خب این میگه اونو میگه، اوکی حالا برم تحقیق کنم ببینم که آیا واقعا اول همین مفصلی هست، دو من ببینم که به درد من میخوره، تو زندگی من به درد میخوره، چجوری بعد انجامش بدم. که البته فکر نمی‌کنم راه خیلی سخت نیست، ولی خب دوست داری بپرسی دیگه، دوست داری بدونی، دوست داری بدونی چجوری بعد جلو بری، چجوری این اصل تو زندگی داشته باشی. جدی میگم این اصل تو زندگی داشته باشی، زندگیت از این رو به اون رو میشه، از این رو به اون رو میشه. شما دیگه هر چیزی اصلا کورکورانه باور نمیکنی، میری اگه چیزی به تو میگن میری جستجو میکنی، میری دنبالش میگردی. این یک. دوماً همونطور که گفتم ریسک ها، هزینه ها، ضرر ها، زمان، حتی زمانت رو تو میتونی از طریق این کنترل کنی. شاید بخوای بپرسی چجوری این کارو میکنی؟ خب الان بهت میگم داداش من خواهر من، تو وقتی میری این کارو انجام میدی، فرض کن مثلا من به تو میگم آقا تو برو تو حوزه مثلا مکاترونیک، مثلا تو میری تو حوزه مکاترونیک همینطوری میگم توش خوب پوله عالی، برو تو کارش. تو میگی این گفت برم تو کارش، میری میبینی نصف عمرت رفته، نصف پول هزینه دادی، اصلا نمیدونی اوضاع چجوریه. میگی چی میگم؟ برای همین دوستان پیشنهاد میکنم که این اصل تو زندگیتون نگه دارید، ازش تو زندگی استفاده کنید، ببینید اصلا چرا باید داشته باشیم، برید بپرسید، برید بگردید، برید انجام بدین، اصلا واقعا برید انجام بدین. ببین اگر تغییر نکرد زندگیت جلوتر نرفت که کورکورانه چیزی رو قبول نکردی و فقط راجعش واقعا تحقیق کردی و از سر تنبلی و از سر خودت واکنده باشی. خیلی خلاصه دارم میگم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، اگر جایی براتون سوال بود حتما ازم بپرسین، اگر جایی کم بود از اون بشیدم معذرت میخوام. میگم من واقعا تمام تلاشم میکنم که بتونم ویدیو بهتری براتون بگیرم. تا ویدیوهای بعدی که در خدمت شما باشم و ویدیوهای تازه و موضوع جدید، خدا نگهدارتون.